سلام. استراتژی تیری روف رو داریم. تیری روف یعنی سه تا سقف، کانال و تیری روف. حالا این پین بار هست، این گلفینگ هم میتونه باشه. حالا پین بار اینجا نوشتم میگه در سومین سقف کانال در تایم یک دقیقه با دیدن پین بار این گلفینگ معامله میکنیم. باید در زمان برخورد پین بار به سقف سوم محدوده باشد و پین بار درون محدوده باشد یا شادوی آن به محدوده برخورد کند. حالا قشنگ توضیح میدم توی چارت محدوده کجاست، محدوده منظورش چیه. استا پی پی بالاتره، تی پی گذاری هم که میشه کف یک، کف خط کانال، دو، کف محدوده های کانالی و سومی کف شروع اسپایک کانال. در غیر این صورت معامله نمیکنه. نکن مثلا یک محدوده بریک کرده، اینجا یک محدوده ای داریم، توی برگشتش کانال فرم، کانال سه تا سقف داره، توی برخورد با سقف اول و محدوده در یک راستان با شکلی کندر پین بار یا این گلفینگ معامله میکنیم. اینم دقیقا همونه، ولی اینجا یه شرایطی داره. اینجا مثلا سقف کانال یکم با فاصله داره، یه سه پیپ، دو پیپ، سه پیپ فاصله داره با محدوده و زودتر اومده به محدوده برخورد کرده یا حالا دیرتر اومده برخورد کرده، چون مثلا اینجا میومد باد میومد، مثلا اینجا اومده دیرتر اومده و سقف سوم یکم بازتر شده، یکم بیشتر رفته بالا. ما با برخورد به این محدوده و اینکه دو پیپ سه پیپ فاصله داره به سقف، با کندیدن کندل این گلفینگ و پین بار معامله میکنیم. بریم حالا ما بخوایم اصل ماجرا رو توی چارت نشون بدیم. اینجا دقیقاً من یه دونه استاپ دارم، همین هفته بود 31 2 3 یه پین بار دیدیم دقیقاً محدوده نه محدوده شکل گرفت، محدوده شکل گرفت، پین بار و تیپی من بود اینجا و تیپی 2 و متاسفانه نشد. حالا بریم 14 اپریل، 14 اپریل بریم تو 5 دقیقه. 14 می اصخایی میکنم قاطی کردم. 14 مهی که دقیقا اینجا نکته داره. این معامله مثلا نکته داره، مثلا سقف سومش اینه که یه اینگولفینگ شده و تیپی دوش نگاه کن اینجاست. من گفتم تیپی دو یا باید خط کانال باشه، یعنی در راستای خط کانال. اصخایی میکنم این چی اومد نکن در راستای خط کانال. یعنی چی؟ یعنی تیپی دو اینجا باشه، یعنی من اینجا مثلا معامله میکنم، برای مثال تیپی من اینجا باشه یا تیپی من روی برخوردهای این محدوده ها باشه، یعنی اینجا یا اینجا یا شروع اسپایک کانال. وقتی تیپی دوم از اینجا شروع اسپایک کانال اومد پایین تر، دیگه من چیزی نداشتم، کلا معامله انجام نمیدیم. مثل اینجا نکن، اینجا تیری روفه، نکن اومده یه سقف، دو سقف، یک اصلاح، سه سقف. اینجا یک محدوده داریم، تیپی من میشه کجا؟ خط که اینجاست، پس خط نمیخوام. و کف کانال اینجاست، کف شروع کانال میشه تیپی دو و اینجا تیپی دو نصف رو میتونم خروج کنم و بعدش هم با سه اینجا تمو دو 5 البته بمیده. ولی اینجا من چیکار میکنم؟ وقتی که همیشه میبینه تیپی دو فول بادی اومده، اجازه بده کندل بعد ببین چیه. کندل بعد بدون شادوی دوباره اومده اینجا تو زیر 5 دقیقه اومد سه تا ریوارد زد و با ریوارد 3 اینجا من خروج میکنم. به خاطر همین اینجا نذاشتم، اینجا گذاشتم و نگفتم با تیپی دو نصف خروج کردم. بعد به خاطر اینکه در 1 دقیقه من 1 دقیقه تو معاملاتم دارم، 1 دقیقه 5 دقیقه و 30 دقیقه. توی 1 دقیقه فول بادی اومد رد کرده و منتظر کندل بعد میمونم و حتی فری هم میگم. فول بادی اومد رد کرد، من میام دو رو فری میکنم یا میتونم نصف و خروج کنم. مثلا هر کاری دوست داشته باشی میتونی اینجا انجام بدی، ولی کلا دارم میگم که بهتر این کار انجام بدی. منتظر کندل بعد باشی، احتمالاً کندل بعد قدرتی میره پایین و اینجا سه تا تو کمتر از 5 دقیقه 3 تا ریوارد رد کردم و من اینجا فری میکنم. با برگشتش اینجا معامله تموم میشه. خب معامله بعدی 8 می، 8 می درسته اینجاست دقیقا اینا. نکن اینجا یک محدوده ای داریم، کانال فور اومده بالا 1 2 سومی. نکن اینجا یکم میبینی فاصله داره، اینا دیگه کاری ندارم. اینجا فاصله داره کاری ندارم. یه ذره اومده یه پین بار برعکس، یه پین بار خوب معامله میکنم و اینم همینطوری، اینم به همین صورت
زیر 5 دقیقه دیوارد 1 2 3 رو داده و من با 3 اینجا فری میکنم و تمام میکنم. البته تی پی من اینجا دیوارد 4 بود، با 3 فری من داده جا فری تمام دیگه، منتظر چیزی نمیمونم. اگر اینجا مثلا دیوارد منتظر 2 میمونم یا کلا فری میکنم، صفر صفر خروج میکردم. بعدی میایم 9 اپریل. 9 اپریل میشه اینجا که دقیقاً یک کانالیه، سقف سوم و اینجا نکن کف خط کانال، نکن تی پی 3 منه خودکار، دقیقاً هم اینجا پین بار و خروج میکنیم. بعدی میایم 8 اپریل، اسخای میکنم اینا آره نکن اینجا حالت یک کانال داریم، نگاه کن اینا یک کم زیاده، نکن نتونستی بهت پایین تر، ولی این یک اصلاح کانال دومی و سقف سوم محدوده داریم و باش معامله انجام میدم با این گلفینگی که اینجا شکل گرفته، با این کندل این گلفینگ تر تمیز، نگاه یک کم فاصله داره، کمتر از 1 پیپ روی کانال مهمه، حتما باید به این محدوده باشه، حتما این محدوده باید باشه که اینجا یه وارد 4 بهم میده. بعدی 8 اپریل رو گفتم، 9 اپریل رو گفتم، 25 مارچ اینجا دقیقاً، اینجا اینم دقیقاً همینه، ببینم میاره، بله خوشبختانه 1 دقیقه میاره، میگم فاصله داره، کجا مثلا 1 پیپ و نیم، 1 پیپ و نیم فاصله داره، اما به محدوده من برخورد کرده. یه اینگولفینگ تر تمیز خیلی خوشگل، این اینگولفینگش فوق العاده است، میبینی هیچ نه شادو داره نه هیچ، قشنگ خوشگل تر تمیز رد کرده، به خاطر همین این معامله رو انجام میدم. خط کانال تیپی 2 بهم نمیده، کف شروع کانال و اینم اسپایکشه، کف شروع کانال تیپی 2 بهم میده، تیپی 2 رو زدم فری میکنم، بعدش اومده تیپی 3، تیپی 3 رو که داد به من نیم و من اینجا فری میکنم، اومده اینجا نوسان اومد بالا، نیم اینجاست نزده، اومد تیپی 4 رو که اینجا زد، من 3 رو فری میکنم و با تیپی و برگشت کرده با ریوارد 3 من اینجا خداحافظی میکنم. اوکی، و اینجا هم که 70% داده، اینجا توش که 70% به ما داده. اینم بگم که وقتی که معامله میکنیم ریوارد 2 داریم که 2 نصف خروج کردی، اگر موقعیت دیگه شکل بگیری میتونی معامله کنی. بعد بخوام نکته بگم دیگه چی داریم، 25 مارس رو گفتیم، 28 فوریه هم داریم، ولی فکر نکنم فوریه، نه اون من دستم خورده بود، این هم یه بار پاک شده بود، دوباره نوشتم و دیگه چون 1 دقیقه رو برای من نداره نمیتونم نقطه ورود بیارم دیگه، تا یه اندازه خیلی محدودی دارم. این استراتژی 7 تیری روف کلا الان از امروز چندم دقیقاً، امروز رو بخوام بگم امروز 24 می، کلا تا الان 7 بار شکل گرفته تو از 2025، 6 تا تیپی، یه دونه استاپ، ریوارد 16 که یه دونه استاپ جه 15 و نیم. اوکی، و بعدش میخوام بریم اینا کلا معاملاتی هستن، این سه تا استراتژی معاملاتی که کم شکل میگیرن، این سه تا استراتژی معاملاتی هستن که زیادتر از معمول، و استراتژی تاپ ترند منم اینه که 70% برگشت 70% تاپ ترند منه و این استراتژی خیلی دوست دارم. خب نکاتی هم که داریم اینجا، یه سری نکات هست، مثلا اینم همینه، تیری روف نکن محدوده اینجاست، اینجا برخورد کرده، این گلفینگ تر تمیز نبوده، این گلفینگ خوب نبوده، اینجا نزدیک شده، پین بار میبینی، پین بار خیلی خوشگل تر تمیز شیک، الان بخوام بهتون نگاه کنم این پین بار باهاش معامله انجام دادیم، حالا من نمیدونم تیپی مونم نکن اینجا 3، حالا نمیدونم چرا 4 شده، حالا 3 دیگه، حالا 3 4 میبینه که داده، تیپی رو به من داده، اینجا دقیقاً اومده رد کرده، اومده پول بک کرده به اینجا و با پول بکش ریوارد 2 و 3 به من اینجا نقطه ورود خوبی داده. اینجا هم همینه، اینجا تیری روف استاپ، اینجا یه تیری روف، یه تیپی خیلی خوشگل، اینا رو که آوردیم بهتون نشون دادم. این دقیقاً همونه که رد کرده، اومده پول بک کرده، یه انگولفینگ تر تمیز، یه دونه اسخال پین بار خوب و ریوارد 3 رو به من اینجا داده. البته خارج تایم بوده، من خارج تایم معامله نمی‌کنم، خارج تایم معامله انجام نمیدیم. اینم از این استراتژی، چیز اصلا چیز سختی نداره. یه خدا نگهدار.